سلام دوستان، امروز عبارت آمریکایی برایتون دارم و واقعا خیلی باحال و مفیده. اینه to get my hands on something. این عبارت به معنی به دست آوردن یا کسب چیزی است که واقعا میخوایی یا نیاز داری. این عبارت به چیزی ملموس مانند مثل یک کتاب یا گوشی جدید و همچنین به چیزهای نه ملموس مانند مثل اطلاعات یا فرصت اشاره داشته باشه. مثلا اگه واقعا بخواید کتاب جدید رو که به تازگی منتشر شده بخونید، شما میتونید بگید I can't wait to get my hands on that new book یا I'd love to get my hands on that new book. یا مثال دیگه، شاید واقعا بخواید گوشی جدید رو بگیرید، شما میتونید بگید I'd love to get my hands on a new phone. این عبارت اشتیاق و تمایل شما برای داشتن این آیتم یا اطلاعات رو نشان میده. اینو استفاده کنید و بیشتر مثل آمریکایی حرف بزنید. We'll see you guys later.